الفبای انگلیسی 26 تا حرف داره. حروف بزرگ و حروف کوچیک و از چپ به راست خونده میشه. بیایم با هم بخونیم. A بزرگ، A کوچیک. B C D E F G H نیست H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. این حرف توی انگلیسی آمریکایی زی تلفظ میشه. توی انگلیسی بریتیش، توی کشور مثل استرالیا، کانادا و مثلا ایرلند و این دسته کشورها زد تلفظ میشه. فاله یادت نره.